تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 29. روزی دیگر راهبلد قاقین اندام که در طول 2 ماه حتی نامش را نگفت، تقایبه که به مثل دامادان لباس تازه و فاخر پوشیده را به حضور ملکه برد. آنها از 2 راهرو قالین فرش دیوارهایش سبزفام گذشته وارد حجره برهوایی گشتند که 2 تیریزه بلند داخلش را به مثل روز روشن می کردند. از هوای اطراگین حجره طبع مهمان بالید. اساس و پلاس گران قیمت هم که رنگ سبز روشن در ساخت و سازش تسلط داشت دیده و دلش را راحت بخشید. راهبلد او را سر دستارخوان میوه و شیرینی بالای 2 قبد کورپچه های غفص شناند و از آبگینه زیبای کوزشک به استکان شربت ریخته نزدش گذاشت و گفت: خوش آمدید به بارگاه بیگم السلطنه بخارای شریف. من بیرون می روم، شما متوجه بمانید که ملکه برایتان حرفی دارد. راهبلد برآمد و خانه در سکوت گران پیچید. تقایبک در انتظار درآمدن ملکه به 4 گوشه چشم دواند و کسی را ندیده ناعلاج گوش به قمار ایستاد. به عموزاده خانم گلدسته سلام می گویم. صدایی در بالای سرش بلند گشته زنانه تقایبک را وادار ساخت که جانب کتف راست به سوی شیفت نظر اندازد. یک قد آدم بلندتر از خود ایوانک نیم دایره شکل محراب گونه را بر دیوار دید که پرده های حریری نیم شفاف داشت. آواز زن از پس پرده می آمد. تقایبک از جای برجست و رو جانب ایوان به رسم بخاراییان تعظیم بجا آورد. بشینید برادر، می خواستم به چند سوالم از شما پاسخ بگیرم. آماده هستید؟ تقایبک نشست و به علامت تصدیق سر جنباند. خیلی خوب، برای آنکه گپم را بفهمید سست حرف میزنم. هر چیز نفهمیدید شر ندارید و بپرسید، چون برایم خیلی مهم است. زن با لحن و لهجه سخن می گفت که با روشنی تلفظ از شیوه گفتار بخاراییان فرق می کرد. به یادش رسید که خلیفه سلطان حیدر در سریز نزدیک به همین لحن کتاب می خواند. البته، گفت ناباورانه تقایبک و حس کرد که در پاسخش شیوه مراجعت و شخص زن عالی مرتبه دربار نمی رسد. چی گفتنش را به زور به یاد آورد و افزود: والعمل، نخست از خواهرتان بگویم. با این حسن جمال و رخت و قامت در مملکت دیگر دختری را تا به حال ندیدم. من شخصا خودم او را به تربیت گرفتم. در این مدت نزاکت‌های برایش یاد دادیم. مرا فهمیدید؟ بله، والعمل. خرسندانه ندا برآورد تقایبک. خیلی خوب، الان حرفی میزنم باید میان من و شما بماند ها. مرا فهمیدید؟ فهمیدم، والعمل. خیلی جالب برادر. در برتنگ شما سخت‌ترین سوگند کدام است؟ قسم سخت، اندیشید تقایبک. زنهار به نام مولا. پس به نام مولا زنهارتان بدهم؟ بده، والعمل. زنهارتان دادم به مولایتان، رازی را که برایتان باور میکنم با خود به عالم بقا ببرید. زنهار به زنهار، والعمل. خیلی جالب، اکنون گوش فرا بدهید. شاید برایتان گفته باشند که مرا اصلا ایرانی است. مردم شما از ملت ماست. ما یک امام داریم که مولانا علی مرتضی می باشد. یا چنین نیست؟ تقایبک که حتی مرگش را در این قصر انتظار داشت ولی چنین سخن را چشمدار نبود و انگار هوش می باخت
با شنیدن آن اسم به اختیار از جا بلند شد و به جای پاسخ اظهار حیرت کرد. نخود؟ آره برادر عزیز، در کوهستان‌های بخارا هزاران داخونده داریم، اما شما به همین سبب دیگرید. بشینید و اکنون مقصدم را بشنوید. مهمان دو زانو امانت نشست و با تمام وجود متوجه شاهبانوی پس پرده گشت. بعد فاصله سکوت، شاید گپ می گفته‌اش را بار دیگر خوب ملاحظه کرده، شاهبانو به آهنگ امر ولی نرم و خاطرمان حرفایش را چیده چیده سخنش را ادامه داد. قرارمان چنین شده که خواهرتان را به پسرم فاتحه بکنیم. اسم شریفشان سید عبدالحاد خان است. جنابشان حالا حاکم کرمینه می باشند، ولی بدانید که این کار وقت طولانی می خواهد. شاید سال لازم باشد، شاید چند سال. صبر تلخ است اما میوه‌اش شیرین. تقایبی که لال و شگفت زده دو دست را چلیکوار بر سینه گذاشت و گفت: خاکی پایتان شوم ولعمت بزرگ، دیگر گپی نمیدانم که برایتان بگویم. برادر، برایمان دل لازم است نگپ. دیگر شما در همین جا زندگی میکنید. من به شما معلمی تعیین میکنم که بعضی از علوم را برایتان بیاموزد. حالا به منزلتان تشریف ببرید و تویچبای ترمذی را نزدم بخوانید. آن روز برای هر دو دوست روز تجلی سعادت بوده است. تقایبک از چاه به جاه برآمد و تویچبای وعده برخوردار گشتن از پشتیبانی بیگم السلطنه شمشاد را به دست آورده، به این وسیله به دربار امیر مملکت رابطه مستقیم پیدا کرد. ملکه حتی برایش منصب حاکمیت ترمذ را پیشنهاد نمود، ولی تویچبای سیاست گریز گاه مشرف گردیدن به سلام شاهبانوی امارت قناعت نمود. پس از نماز پیشین وقتی که دوستان به سیر بوستان اطراف قصر برآمدند، تویچبای خوشبخت و بالیدروح گفت: نونگی که می دانست من ترمذی را که چند وجب دورتر از بخارا زندگی می کنم، از کوههای دورادور پامیر فرامده شما به دربار امیر راهنما می گردید. به گردش فلکیاتت گردم خدا جانه. شما تصور می کنید که امروز به ما چه سعادتی دست داد. ما به دروازه زرین دولت و دولتداری قدم گذاشتیم. شما نونگی بعد درک می کنید که این چه معنا دارد. بعد می فهمید، بعدتر وقتی که من از ترمذ برای دیدنتان آمده 2-3 روز انتظار بشوم که چند دقیقه دیدارتان را دیده توانم. گپی تویچبای درست بود. تقایبک کوهستانی ساده دل آن زمان نه مزه ثروتمندی را می دانست و نه لذت منصبداری را احساس می نمود. اما رفیق زیرک و دنیا دیده اش مصلحت می داد و نصیحتش می کرد. در اینجا خیلی وزنین بودنتان در کار. به هر کس گپ نزنید، نشینید و نخیزید. زنها را به خانه‌تان راه ندهید. فقط با اشخاص مناسبت کنید که شاهبانو به آنها باور داشته باشند. و به اطراف نگریست و با صدای پست گفت: این گپم را به خاطر گیرید. بین شاهبانو شمشاد و ملکه خاصه زمرد نونگی ضدیت کلام رفته ایستاده است. این امیر را به طرف خود می کشد، وی به طرف خود. امیر به شمشاد بانو میل تمام دارد. خوشبگی ملک نیز از تبار اوست. برای همین آشنا جان احتیاط شوید که شما را با شاهبانو دشمن نکنند. خاصه زمرد هم زن امیر است. برای رفع شبهش پرسید تقایبک: بله، نونگی زن اولشان همان کسند. شمشاد بانو زن دیگرشان هستند، اما امیر این کس را بسیارتر دوست می داشتند. طالع شما بلند بوده است آشنا. راست به دست آدمی از همه در کاری افتادید. دوستان آن ساعتهای مسرت و پیروزی را با هم خوش گذراندند. روز دیگرش تویچبای راهی ترمذ را پیش گرفت. در قلمرو کیکی
در زیر ترمه مانیم به خدا اگر یوسف علی خان به خانه هایمان یک حوچی ارزم فرستد یا گپم نادرست؟ ناشک که 5-6 قدم عقیبتر از خنجر طلا اسمیران باز یک بار دیگر خواطرآمیز به کوههای آسمان خراش دو جانب دره نظری افکند و از دهانت شمال برد زاغ سیاه بر این قرقر نکن که علمستی نشنود گفت و با نوکیفش عرق سرد پیشانیش را پاک کرد. تو چی از مردن میترسی؟ خنده ناجور زد خنجر طلای پیچین دوست. مرا ترمه نزند که 6 فرزند و 7 نویره دارم. سر خاک تنهای تو با کی لازم ناشک؟ گپ خنجر طلا به مثل جوالدوز سینه ناشک را سوزانده گذشت و از عرقش برآمد. پور آدم بی انصاف هستی خنجرک. آواز ناشک سرشار علم و ملولی بود. این قدر سال گویا دوست و آشنایم، اما تو ذره روی خاطر نداری. آدم این قدر بیرون نمی شود. می شود. بزرده جواب داد خنجر طلا. انا من هستم کو. نوکری و تیر و تفنگ ما را مجبور می کند که نه پشت داشته باشیم نه روی. خای مگر سر خاک تو را نادرست خاک گفتم؟ اگر ناحق باشم بگو ناحقم. ناحقی باز ناحقی بی ایمان. غباری دیرینه دلش را سر داد ناشک. گویا نمیدانی که اکنون در خانه دخترخان دارم و خداوند عذاب بیفرزندی را از سر من و زنم ساقط گردان. گلناز را میگویی نابکار؟ خنجر طلا به پهلوی اسب رکاب زد و به همان آهنگ طعنه آمیز افزود. وی را هم من به تو هدیه کردم. فرزند که از کمر خودت نبود وی نبود یکی اند. بیگانه خودی نشود و نازاده فرزند. این گپ خنوک وجود ناشک را به لرزه آورد. دسته تازیانه را به قصد فراوردن به سر همسفری لچرمزاجش در مشت آهنیش فشرد، ولی در لحظه آخرین دست نگه داشت. خنجر طلا آدمی نبود که خردترین گناه را به کسی بخشیده تواند. چنان قصاص گیرد که ناشک بدتر از لاشک شود. خشمش را زیر دندان گره بست و با تنفر جانبش تفی انداخت. برادرها محمد زنید که حالا ترمه نفر آمده است. این صدای راه بلدشان آقسخال پسخوف شاهزیا بود که 10-15 قدم پیشتر از نوکران شاه شاهنان اسب میراند. خنجر طلا و ناشک اضطراب آلود به سیلکند پربرف بالای سرشان نظر افکنده اسبان جومستشان را قمچین زدند. دهه اول هوت بود و جهان هنوز در حکم سرما. موضعهای فراخ آفتاب ته دشت از برف خالی می شدند. از بلندی ها روزانه جویه آب می تراوید و شبها یخ بسته گشت و گذار مسافران را تا به قیام آمدن آفتاب دشوار می گرداند. اکثر ترمه ها افتیده بودند. تنها برفی گردنه و سیلکنده های سیبوته و گیاه در انتظار انوار پرتابتری از خورشید هنوز در خواب آسوده زمستانی می غنود. کوها شال نمد سفید برف بسر پی سیاه ترمه های فرو ریخته بر جبین زنان سوگوار را به خاطر می آوردند. زنجیر زخیم ابرهای از آسمان کنده و سرسر قله ها پیچیده اسرار کوهسار خطرزا را در نظر راهگذران بیمناکتر جلوه می دادند. در هر جا لبلب رود و قدقدی را با دیدن سواران سیله کپکان خوسیده پرپرزنان خود را زیر بوته یا سنگ گرفته خاموشی صبح دره خوف را خللدار می کردند. اما مسافران را به آنها کار نبود، زیرا از شکار کپک سرمازده مهمتر وظیفه داشتند. با سفارش دیوانبگی مبارک برای آگاه گشتن از وضع مال و الاغ شاهی به خوف روانند. به دره‌ای که یگانه راهش زیر برف و ترمه مانده و هر کس جرأت به آن پا گذاشتن ندارد. این خوفیان عادت دارند که تا آب شدن برف و پره گشاده شدن راه به وادی نمی فرایند. راه در زیر برف می ماند و خوف با جهان گشاد رابطه‌اش را قطع می سازد. حالا اگر آقسخال شاهنیاز نباشد، خدا می داند نوکران نابلد صحت و سلامت به خوف می رسند یا نه. ناشک قطعه خطرناک را گذشت و برای چه باشد منظره از پول آورین جر کردن صبرناز برملا در پیش چشمش نمایان گشت.
رنگ چون کهی سفید کنده زن بدبخت و به پرتگاه معلق شدنش چه دهشت آور بود. هرگاه نداهی گلناز گفته نام دخترکش را به زبان آورده فریاد کشیدن مادر به خاطر ناشک برسد، از جگرش دود برمیخیزد. در آخرین نفس هم مادر نه به جان خود بلکه به جان فرزندش می اندیشیده است. فرزندش باشد الحال فرزند قاتل اوست. ناشک گلناز کوچک را به زنش هدیه کرد و زندگی آنها رنگ تازه گرفت. کلبه اشان منور گردید، دلشان به زندگی گرم شد، حیاتشان معنا پیدا کرد. گلناز معصومه مثل کبوتر یک ماه به یاد مادر گمگشته‌اش قمقم زد و بعد به مادر نوش خو گرفت. نامش را هم دیگر کردند. گلناز پرینما شد. کودک هرچند نام خود را خوب می‌دانست، با مرور چند ماه به اسم نوش هم عادت کرد و گلناز را به کنج فراموشی سپارید. مادر نوش گلایم و شکر بنا خواست صاحب چنین یک دختر چون مهپاره شدن تمامی تشویش عالم را یک سو گذاشت و به پرینما روی آورد. هر روز برایش خوراکی به مزه نو به نو میپخت، لباسک ها میدوخت، چیزی میبافت، لختک بر این آرا و تارایش میداد. تا خبونه بودند. در تمام اندرس تیز همین یک خانه ناشپاتی آهندست موجود بود. نباشد دلش بسیار میخواست مردم نازدانه شیرین قدش را بینند و منحشان از حیرت فرش زمین گردد. اگر حق و همسایه می داشتند ناشک هیچگاه گلناز را به خانه اش آوردن نمی توانست. در نیم ساعت سرش آشکار و کلش زیب چوبه دار شعله جای می گشت. خیش و تبار نزدیک هم در این حدود نداشت، زیرا به سبب جبر مادر به زنش در سال دویم خانه‌دار شوی همسرش را گرفته از جوشن گاز شاخدره به خاروق آمدند و در همین موضع مسکن گزیدند. ناشپاتی که در رگش خون جوانی و عشق گلایم جوش میزد در تگ شخ بزرگ خانه انداخت و در مدت 3 ماه تابستان دیو بر این کار کرده پوشانید. جسم چون سنگ سخت بخصوص دستان چون آهن گیرایش امکان دادند که چنین کار میان شکن را تنها به آخر رساند و تا فرامدن سردی ها زن دوست داشته اش را صاحب خانه در کند. دستانش به اندازه به قوت بودند که نعل را به یک زور قطع می کردند و طفیل همین بار در معرکه دستخوابانی در بحر پنجه بر تمام حریفان غالب آمد و قلعه‌دار دربار او را نوکر آزاد گرفت. از نوکر آزاد حضور دائمی تقاضا نمی شد، فقط برای اجرای سپارش های مخصوص به دربارش می خواندند، ولی تنخواه داشت و برای ادای هر خدمت مزد خوبی هم برایش می دادند. خورشید به نقطه بلندترین سیرانگاهش رسید و مسافران هم به فراز دره برآمده به دهه خوف وارد شدند. در اینجا زمستان با تمام شکوهش حکم می‌راند. برفی تا میان چنان سیچ بسته بود که حتی زیر پای اسب هم نمی شکست. سواران به راهنمایی شاهنیاز جانب خانه نور محمد راه گرفتند. از روزن خانه دود قفس جانب آسمان بی‌غبار بلند می شد و بوی گوشت بریان در هوا سیر کرده اشتهای مسافران گرسنه را دقیقه به دقیقه بیشتر می کشاد. اما از بوی جان افزای کباب دیده دقت سواران را منظره دیگر بیشتر به خود جلب کرد. در 4 سوی دیه در هر جا سراب سیاه آدمان به نظر می رسید که روی برف جنب و جل داشتند. نخست دل خنجرطلای احتیاطکار ته کشید. شاهنیاز این مردم در بالای برف چی می کنند؟ مبادا به جنگ ما نبرآمده باشند. شاهنیاز دست بر پیشانی لپر کرد و پس از تماشای منظره پاسخ داد: دلت دور نرود میر، مردم برف را خاک می پاشند. راست بالای عید بد فرامدیم گوی. لب لسان خرسندانه ندا برآورد ناشک که خوردنی را سخت دوست می داشت. خدا رزق بنده را در بالای کوه هم می داده است. نفرآمدیم بلکه برآمدیم، گفت خنجرطلای پیچنگ باز. 100 ساله شدی و برآمدن را از فرآمدن فرق کردن نمی توانی. تو برای چی دهن مرا می پایی لچر؟ بغضی در دلش جمع گشته را آخرالامر کفان ناشک یا بونی گردنت می خورد.
خنجرطلا در جواب دهن جفت کرده بود که شاهنیاز گپش را برید. ای میرها صبر، اکنون فهمیدم که این مثل را برای چی گفتند. میر به کراهت سخن نگوید، شاه به سیاست. صدقه ریش سفیدتان جنجال نکنید، نه می فرایم نه می برایم، حالا می دراییم به خانه نور محمد قلتبان. چرا قلتبان؟ قریب برابر پرسیدند نوکران. چون که گویا زنی به او داده شاه را کشته باشد. همدیارانش بعد از این واقعه به وی چنین لقب گذاشتند. در خوف به همه لقب میگذارند. بعد یک روز خدا خواهد شما هم با لقب‌های عجایب به خانه برمیگردید. چنین سخنها را رد و بدل کرده همسفران جانب حولی نور محمد ره سپردند. صاحب خانه آنها را دیده با چهره کشاد و آغوش باز به پیشوازشان قدم گذاشت. السلام علیکم شاهنیاز اندوال، چه مرد با شرافتی که با این دو برادر دیگر به منزل ما در روز عید برکت آوردید. زحمت‌هاتان بر خوفیان ببخشید، مهمانان که خسته و لکات شدید. نور محمد مرد بلندبالایی بود با کتف و یال پهلوانانه، ریشی چون قطران سیاهی غولی، چشمان زیرک میشی و پیشانی برجسته. به سردی هوا نگاه نکرده به تن گاموی کبود رنگ و پای بیجاروب کفش‌های چوبین پوشیده بود. وی دست هر سه مهمان را یک یک بوسیده عزتشان را بجا آورد و جانب خانه اشاره کرد. کدبانوی امان نوکه کباب بمزه و سرجزه را به کارسان کشید. خوشدامنتان بسیار نغز می دیدند. و رو به سوی خانه فریاد زد. شاه محمد، ها شاه محمد، مهمان آمد. نربوز چنبرشاخ را برارو، در پایشان خون کن. و محض رسیدن مهمانان به حولی، پسر نور محمد با یاری دو بچه دیگر تکه فربهی مانند برف سبسفید را در پیش پایشان سر برید. در دیگت کباب بجوشد، چه حاجت به مال نو کشتن؟ اعتراض آمیز گفت خنجرطلا. خیرچیزان است و خاک پاشان و شما بر این مهمانان عالی قدر این مال نالایق را همین روز در قدمتان خون نکنیم، دیگر به کدام خاطر بپروریم؟ و با جارو برف پای افزارشان را تازه کنان افزود. شما به ملال به خانه درآیید، شاه محمد آب و جوی از پایتان را مهیا می‌سازد. و مهمانان را به خانه گرم درآورد و به صوفه بالا شنانده در رو دستانشان را آب گرفت. شاهنیاز دعا خواند و عید را برای اهل خاندان مبارک گفت و افزود. کسی همین روز برف زمینش را خاک پاشد، کشت و کارش 10-15 روز پیش سر می شود. برای همین هم دانایان گفتند که بد ایام روز پاک است، در دهان حوت خاک است. شما از خوفی خوشپایی خدمتر بوده اید. خوشگپی کرد نور محمد که در این میان دستارخوان گسترد و 2 طبق کباب را بالای آن گذاشت. مرحمت آش جانتان شود. آفرین به جرأتتان. به دره ما در این موسم سیر از سیری نمی براید و گشنه از گشنگی. آوازه آمدن مهمانان را شنیده همسایه ها یک یک و 2 و 3 به خانه نور محمد آمدن گرفتند. تا آخری تناول خانه از آدم پر شد. صاحبان خانه هر یک شخص را با کمال عزت و اکرام قبول کرده به پیشش طعام می گذاشتند. وقتی نور محمد مطمئن گشت که تمام آدمان در کاری دیه جمع آمدند، اعلان کرد. برادران و خواهران، خاوندان و بنگان، خواهشم این است که عید را در خانه من گذرانیم. یعنی این شب تا سحر تا پختن بعد بزم در خانه من. مهمانان عزیز ما از خود بحر پنجه آمدند. شعار ما چیست؟ تا 3 روز مهمان را نمی پرسیم که با چی کار آمده است. پاسخ داد خاوند ایرجشاه. تصدق ایرجشاه. گپش را دوام داد نور محمد. روز 3 می پرسیم و حاجتش را برآورده تا خمخم 3 می گسیلانیم. می دانم که از مهربانی شاهی عدالت پناهمان یوسف علی خان و حاکم سخاوتمندمان میر منظر شاه هر یک بونه به فراوانی مال کشتنی و نان خوردنی دارد. مهمانان که برعکس حال را از خوفیان انتظار بودند از این گپ حیران شدند، اما سیاست از دست ندادند و چیزی نپرسیدند. این اثنا زن صاحب خانه یا بسم الله گویان
بط خیلیده‌اش را در دیگ سفالی بلخچزار تنور گذاشت و خلیفه دست به دعا برداشت: الها مبارکتی کار خیر و امر خیر را خدای تعالی برآورده و به خیر گردانی. گنج ارزان خواجه خضر مهمان از باطن شاه مردان، تن صیحت دل بی غم بر صاحب این خانه برکت. الله اکبر. دیگر بط در تنور به جوش درآمد و بزم در خانه. بزم را شاعر و سازنده نامدار خوف محمد قاسم با مخمس مشهور شاه ضیایی در ستایش مرد دهقان شروع کرد: سخن چند بگویم من از این نادانی، بشنوی دوست اگر کاشف معنی دانی. صفتی 5 برادر به محبت خوانی، زان که با نظم بگویم صفتی ایشانی، تا که معلوم شود هر کی کند دهقانی. نظم طنزآمیز درباره 4 برادر که اولی نوکری دربار، دومی معلم، سومی شکارچی، چهارمی سازنده بودند و برادر پنجمشان را برای دهقان خاکپاش بودنش دائم طعنه می‌زدند و آخرالامر در سال قحطی به درگاهش نان طلبی آمده کسبش را از همه بهتر می‌شمارند. طبع حاضران را که همگی دهقان بودند چاک کرد. بخصوص در بندی که سازنده به برادر دهقانش با چنین سخنها: چند روز است نه من آش و خمیر دارم، نوبهار است نه من کاسه شیر دارم، اشکمی گشنه چنان با تو دلیری دارم، همه خوب است ولی یک زن پیر دارم، همچو گربه دهنش یله شد از بینانی. مراجعت می کند: کفکوبی و شهباشگویی شنوندگان به فلک پیچید. بعد دفها به فریاد آمدند و هنرمندان به ارغشت و بازی. کسی پقچی زد، دیگری اسپکش را به جلوه آورد، سومی با چمچه ها به بازی درآمد. بعد نوبت را سازنده های صفه پایان به دست گرفتند. این گروه تلاش ورزید که با هنر خود اهل معرکه را به وجد آورده سازنده های صفه بالا را مات سازند. سازنده های صفه بالا هم پس نآمدند. وقتی نوبتشان رسید پرده گوش فلک را کفاندند. سبقت ساز و نوا و شوخی و بازی همگانی تا دمیدن صبح دوام کرد. مردم خوشحال و گستاخ گشته حتی نوکران شاه را که در حلقه عام عزت نگاه می داشتند تیبکشال کرده چند بار به رقص کشیدند. خنجرطلا و ناشک از خوشحالی صمیمانه خوفیان انگشت حیرت گزیدند. حیرتشان از آن بود که شاه برای خوار و ذلیل ساختن این مردم نگاه بینی مال و ستور خود را به سرشان بار کرد، اما اینها از اعیان و اشراف دربار هم سیرتر و خرسندتر به نظر می رسند. خنجرطلا این اندیشه‌اش را به شاهنیاز همشفتش گوشکی کرد. شاهنیاز هم پیش راز زد. اینها 3 ماه پیش به نزد منظرشاه نماینده فرستاده یاری درخواستند. منظرشاه اهالی چند دیه را وظیفه‌دار کرد که برایشان غله و کاه و بیده رسانند. 1 ماهی دراز از برآوردن بار به خوف خسته و لکات شدیم. خیریت برفی کلان بارید و جانمان خلاص شد. هو ندا برآورد خنجرطلا: این طور بگو خوش شوازهای من میگویم این دود روغنی نشان از کجا باشد؟ از روشان اندوار، از روشان. تاکید کرد آقسخال و آوازش را بلند کرد. 2-3 روز مهمان استه، مردم عید دارد، رفتن هیچگاه دیر نمی شود. البته می استیم. به گپ همراه شد نوشک: در همان شغنان چی گم کرده ایم خنجر؟ 3 روز به سری حلوا و کباب خورده با دستاویزهای قیمت به نزد بچه هامان برگردیم، یگان جایمان کم نمی شدگیست. خانه مردمان بهشت گفتند نوشک. ما به این دیار پی کار آمده ایم، نه به سور و تماشا. این اشکم زارمانده تو را یگان بار سیر ندیدم. انجام گفتار 29.
بخشنده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.